دوستان عزیز سلام علیکم. هفتم یونیو سال 2026 می باشد. قرار داریم در نزد آقای عبدالزاده و تجهیزات ششلیک پزی یعنی کباب پزی، قیمه کباب یا که ششلیک، خلاصه که ابوز عبدالزاده خودش بیاد. آقای عبدالزاده سلام علیکم. سلام علیکم آقای اسکندر، وقت شما بخیر. با سلام خدمت اعضای محترم کانال انگور و باغ و شما. به عرضتون برسونم که این شیشلیک پز گازی هست. ششلیک پزی گازی با گازش هم مصرف گازش بسیار پست. اینجا گاز درگیرونده مو آبی اول یک کشید گاز با گاز کشید اکن درگیرونید این درگیرفته. اینا همه شوشن. هیچ خیلی خودش با درگیرفت. بله؟ به گوگل در میگیره. اینا همه کم کم میگیره. یک کشید با درگیرونید. و الان این ببینید. آها خوبه. بعد اینا این آهنا برای اینه که آهنا چی بخش می‌بازن؟ برای که شیشلیک که روی گذاشته میشه الو مستقیم به شیشلیک نسوزه، بسوزه. این آهنا سرخ میشه، شیشلیک پخته میشه، نمیسوزه. این بسیار برای همین استراحتگاه ها خوب است. برای دچه میگن در تاجیکستان. آشپزخانه ها خوبه. در اینجا مرغ هم پخته میشود؟ مرغ هم پخته میشه. بالا این رشاتکه دارد؟ بله؟ بالایش پنجره دارد؟ بالاش پنجره نداره. نه، همینا رو اینجا آوردم. فقط ششلیک. این چند به چند است؟ این الان اینطوری 60/30. 60/30 هست. بله. یک بالون گاز 40 لیتر چند وقت میبرد نمیدونید؟ اون امتحان نکردم و چی نکردید؟ بله، ولی بسیار مصرفش پسته، برای که علوش آبیه. نگاه کنید چقدر آبی. مصرفش کم است. این علو است. کمه. بله. و این هم استحصال عبدالزاده است یا که استحصال ایران است؟ استحصال ایرانه فعلا. در ایران استحصال شده آوردم و اگر خب طلبات داشته باشه ما از همینا در اینجا میسازیم. شما از این در فروش دارید چند سوم؟ اینا رو ما میفروشیم در از 400-450 سومانی، ولی برای اعضای کانال انگور و باغ میدیم به 380 سومانی. یک جان تشکر برای همتتان. آقای عبدالزاده رقم تلفنتان 902 72 32 6 902 72 32 96 902 72 32 96. این طرف من اینجایی پیوست کنی گاز. بله این شم که من اینجا ظرفی گاز با تاجیکیش گاز میشه رکیستان گاز. من این خیلی حتی برای پخت تمام اینا بسیار خوبه. تمت؟ بله. دابل این چه تمت میپزن؟ دیگه رو همین میذارین با آنی پخته میشه. دیگه چرکنجه میمونه بالا این. دیگه گردن باشه نداره. دیگه تمت هم در اینجا پخته میشه. چون اینا نگاه کنین یک شعله 2 تا 3 4 5 6 7 8 تا شعله داره. 8 تا شعله داشته است. بله. در پناه خدا باشد هم درون عزیز زنگ زنید با کدام در کار باشد 380 سومانی جای شدهش. آقای عبدالزاده 902 72 32 96. درست گفتم؟ بله.